تهش امضا نمیدم ها. اگه میخوای امضا بگیری الان باید بگیری. واقعا نمیدونم چه شکلی میشم ولی میکاپشو خیلی دوست دارم. حالا ببینم شباهتم بهش چقدر میشه دیگه. من که فکر میکنم خیلی شبیهش میشه چون یه تچهره‌ای هم داره. هلو لاف، چطورین؟ من آیسا هستم و به یوتیوب چنل خودتون خیلی خوش اومدین. امروز قراره یکی از میکاپ کیم کارداشیان رو روی کیمیا انجام بدیم. از اونجایی که کیمیا پوست نسبتاً خشکی داره، اول از اسپری آب استفاده کردم تا پوستش از اون حالت بیابی در بیاد. و یه تایم بهش دادم تا جذب پوست بشه. بله، اینجا میبینید که کیمیا هم وارد عمل شده. من اول ابروها رو با استفاده از صابون ابرو لیفت میکنم. شما میتونید این کار رو بعداً هم انجام بدید. تو این مرحله از کرم آبرسان استفاده میکنم. شما باید مناسب نوع پوست خودتون از کرم آبرسان استفاده بکنید. من برای کیمیا یه ذره بیشتر زدم تا اون حالت خشکی رو دیگه نداشته باشه و پوستش رطوبت و چربی کافی داشته باشه و به من اون پوستی که میخوام رو بده. شروع میکنم به ماساژ دادن پوست و اینقدر این کار رو تکرار میکنم تا جذب پوست بشه. حواستون باشه در حدی باشه که فقط جذب بشه، نه اینکه باعث التهاب پوست بشین. دارین میبینین که کیمیا خانم داره حسابی حال میکنه ها. یه نکته دیگه ای که هست اینه که زمانی که دارین از هر زیرسازی که دارین استفاده میکنین باید برای هر کدوم یه تایمی بدین تا حسابی جذب پوست بشه و اون پوستی که میخواین رو بهتون بده. از سایه قهوه‌ای و آجوری استفاده کردم. شما میتونید که از رنگ‌های دیگه هم استفاده بکنید ولی چون این میکاپ کیم کارداشیان هستش و از همین توناژ استفاده کرده، من هم از سایه قهوه‌ای و آجوری استفاده کردم. سایه زدنم رو از انتهای پلک تا 2/3 پلک ادامه میدم. اینقدر این کار رو تکرار میکنم تا زمانی که اون رنگی که میخوام رو بهم بده. توجه کنید هر بار که دارید سایه میزنید باید قلمتون رو حسابی بتکونید تا اون سایه اضافی گرفته بشه و بهتون یه سایه تمیز بده. به حرکت دستم دقت کنید. من از انتهای کریس پلکم شروع میکنم تا ابتدای پلکم این کار رو ادامه دادن. با استفاده از قلموی زبون گربه یا همون گرد شروع میکنم سایه مشکیم رو از انتهای پلک زدن. یه ذره فید کردن سایه مشکی برای شما مبتدی خیلی سخته. باید انقدر تمرین بکنید تا دستتون بیاد که چجوری باید فیدش بکنید. سایه مشکی رو هم مثل سایه قهوه‌ای کم کم ازش برمیدارم و میذارم روی پلک. نیاد یه عالمه سایه مشکی رو یهو بذاری روی پلکا. اینجوری باعث میشه که سایه‌تون هم خوب فید نشه، هم که یه سایه خیلی چرک و کثیف داشته باشید. سایه رو تا 2/3 پلک ادامه میدم به زدن.
و حواستون باشه هر بار که دارید سایه مشکی میزنید فیدش کنید، دورش رو کاملا تمیز بکنید با یه قلموی تمیز. از سایه مشکیم دوباره برمیدارم، ولی این بار از یه قلموی استفاده میکنم که فید بکنه سایم رو و فید کردن رو به صورت دورانی ادامه میدم و تا خط کریس هم میبرم. اینجا یه نکته آموزشی داره. خب خیلیاتون شاید تو خونه خط چشم یه موقع نداشته باشین یا در دسترستون نباشه. من اینجا به جای خط چشم از ریمل استفاده میکنم. من همیشه زمانی که میخوام خط چشم بکشم به مدل میگم که چشاش رو باز نگه داره و از انتهای چشم یه خط اوریب به سمت دم ابرو میکشم و از دم خط چشم تا بن موجه رو تا جایی که بخوام دلم بخواد خط چشم بکشم و یه مثلث در نظر میگیرم و توش رو پر میکنم. خب دوباره رسیدیم به بخش جذاب پوست. من دوباره دیدم که پوست کیمیا یه ذره خشکه و بازم بهش کرم آبرسان زدم. من عاشق پوستای برنزم و این میکاپ هم واقعا باید پوست برنز باشه. به خاطر همین من از 2 تا کرم پود استفاده کردم که رنگش تیره باشه. با استفاده از یک قلموی سرتخت شروع میکنم کرم پود رو پخش کردن و به صورت تپ تپ این کار رو انجام میدم. از کانتور چرب استفاده می کنم. از بالای گوشش تا لبش یه خط فرضی در نظر می گیرم و اونو می کشم. از فکش تا چونهش یه خط صاف دیگه می کشم. و از کانتور بالایی تا کانتور پایینی یه خط صاف دیگه میکشم. از یک کانسیلر رنگ نخودی استفاده می کنم و با یه بیوتی بلندری که از قبل نمدارش کردم به صورت تپ تپ زیر چشمو بلند می کنم.
اینجا احساس کردم که کانسیلرش خیلی کمه و دوباره شارژش کردم. با استفاده از پودر فیکس زیر چشمش رو به صورت تپ تپ خشک میکنم. تو کامنت ها به هم بگید که از کدوم روش دارم استفاده میکنم، ست کردن یا بیک کردن. از مداد مشکی برای داخل چشمش استفاده میکنم. خیلیاتون از مداد چشم استفاده نمی کنید و همین باعث میشه که زمانی که شما دارین از مداد استفاده میکنید چشمتون قرمز بشه و اشک بیاد. تنها راهی که میتونین الان انجام بدید اینه که مثل من با استفاده از یک گوش پاک کن اون اشک رو بگیرید. خب من اینجا مداد داخل چشمش رو با استفاده از قلموی زبون گربه‌ای به پایین فیدش میکنم. با سایه مشکی زیر چشمش رو خوش میکنم. دقت کنید که به صورت رفت و برگشتی باید این کار رو انجام بدید. از کانتور خشک استفاده میکنم و به صورت تپ تپ شروع میکنم به خشک کردن نواحی تیره. از هایلایتری که پیگمنت بالایی داره استفاده کردم و اون رو روی گونه، زیر استخوان گونه، روی چونه، زیر ابرو و نوک بینی زدم. خب من اینجا موجه هاشو گذاشتم. بعد با استفاده از یه قلموی سرنازک و بلند
اومدم براش خط لب کشیدم و از رنگ قهوه‌ای به نسبت تیره براش استفاده کردم. از رنگ روشن برای داخل لبش استفاده میکنم. شما میتونید از هر رنگ روشنی که داشتین استفاده بکنید، اصلا فرقی نمیکنه، ولی حواستون باشه که یه تضادی بین رنگ خط لب و رژ لب ایجاد بشه. و در آخر از یه رژ لبی که توناژ یه کوچولو گرم داره استفاده کردم، چون میخواستم یه ذره از اون حالت سفیدی در بیاد. اینجوری به نظر من خوشگل تره. من که خودم واقعا عاشق این میکاپ شدم. به نظرم یه میکاپیه که شما با چند بار تمرین کردن میتونید انجام بدید و یه میکاپ بسیار کاربردی هستش. و میکاپمون هم تموم شد. امیدوارم که این میکاپ رو دوست داشته باشین و از این ویدیو لذت برده باشین. خسیس نباشی یا این ویدیو رو بر دوستاتم بفرست، بذار اونا هم یاد بگیرن. پیج اینستاگراممو براتون میذارم، حتما فالو کنید. اونجا هم پستای قشنگی میذارم براتون و اینکه منو سابسکرایب بکنید اینجا. حتما نظرتو برام بنویس درباره این میکاپ و بهم بگو که دوست داری آموزش بعدی چی باشه. دوستتون دارم. خداحافظ.